های سلام دوستان، دارم چه تفریدم بازم اول ویدیو آمدم بازی شبیه سازی دزدی رو برم. شبیه سازی دزدی اسمم رو میذارم، حال ندارم اسم بیشتری بنویسم. بعد اینجا می نوشتم بازی شبیه سازی دزدی که اصلا ایده خاصی چیکار کنم نمیدونم. پلی یه چیزی می نویسم. بعد زیاد بنویسم، زیاد مهم نیست. بازی شبیه سازی دزدیه. شبیه سازی دزدی خیلی باحالی هم هست. چیزی دیده نمیشه. نمیدونم شما میبینین یا نه، تا شما ببینین، شاید هم اصلا نبینی. خب تنظیمات چی میگی؟ چه افتاد؟ اینه چه بود؟ نگاه داشتینه نگاه میکن، بیا اینو نگاه کن، بیا لا تخمامو نگاه کن، کونکش نگاه میکنی، بیا اینو نگاه کن. او یکی رو ببین، شب که با خواب واضح میگه بیرون از خونه بزنه. منطقتون رو میخوام بگم. آدم اونور بعدش باید به گوشی زنگ میزنه، اون یعنی صداشو نمیشنوه، یعنی اون صداشو نمیشنوه. در این حد بازیش چراغشن که فقط رو دست خودشه. این سوال چراغ آدم کجا گرفتی؟ با دست سومت گرفتی پلشت؟ چراغ با کجاش گرفتی؟ اه چراغ پول این چیه؟ قویه؟ بابا قوی قابلمه، فقط نمیدونم یه قابلمه چیه بچه کوچیک اینقدر نمیشه نبردش. شکست یعنی همه چیزی میشکنه. نشکست که اینا چیه؟ اینم کشوه. کشو اینا به کشو نمیخوره قیافش. پول چیزی دیگه بالا سقف. چقدر دوست با طبیعتی هم در پشتش میبندم. واسه می 15 دلار اینا به من آوردی. یه چیزی اینجا دیدم مهاجرت شدم. اینجا چیه؟ آخ دشوی. سینگش هم بزنم. به سینگش هم بزنم. عجیبه واسم ماشینشو، یعنی کسی شک نمیکنه ماشینشو اینجا پارک کرده. خدا وکیلی کسی شک هیچیه. خوبه چه ماشینه.
دنده عوض میکنه دستی یا بوق این نه بوق نبود روشن کردم چی شد اینه کجا باید برم سمت پی میگم پارکینگ اینا این محدوده این محدوده شهر دیگه تقصیر من نیست دیگه من توی فیلمش دیدم نه اون علامتش دیدمش با رانندگی کنم تا جای خونم چی شد به 50 تا زدم ای ما به این راضی نیستیم عوضی باش تو لپتاپ و کامپیوتر و اینجا به این بزرگی داری ولی یه تخت اینجا نداری منطقیه کاملا منطقی خب چیکار کنم تو کی بخوام معمولا ما هفت صبح بلند میشیم این مدرسه بس 7 کوکش کردم بعد بشینم و صندلی نه خودش میره تو پشم همچین بازی دزدی تا الان ندیدم. یه بازی دزدی دیگه قبلا بود بازی میکردم اینقدر کم حجم بود کم حجم بود هم مسخره ولی این نگاه چقدر چیز میسته چیه این what the hell کتاب که سیم داره این چیه باز نه شیشه پاک کنه تو سطل بلند هدفون به این آهنگ گوش میدیم به این چیه مال در باز کردم در خونه تو کنم این چیه دستکش به دستکش این مال باز کردنه اینم همینطور اینا هم که دارم دیگه تا جایی که میدونم اینا چیه این چیه خونه 111 یه چی 109 زده پس اینا چیه این چی باش اصلا من یه 40 تومن پول داشتم اینو میتونم بخرم نه نمیتونم این بچی اومد اینجا این نباید اینجا باشه چی داره اینجا ها تنظیمات اینم الان نگاه باسه این چیه 3 تا یه چیزی گفته نمیدونم این چیه تلویزیون به تلویزیون خواهم این چیه یارو اکس مهارته مهارت باز میکنی الان میتونم بخرمش الان یا نه این خرید نمیدونم چیکار یه دونه خریدم خب حالا باز کجا برم یه عقب بذارم اینجا چی هست چی نمیدونم دارت نمیشه این آراخ کرد من بفروش انگلیسی آمده بشون انگلیسی به عضلات بدن رب نه باشه بندازش دیگه تخم کی بیا نمیشه اینو گذاشتش ده بذارش دیگه یک گوی خودی برداشته میشه بذارش همینجا باشه بابا خب بریم روی دست بزن بریم سعی ای چی بود
صندوقه؟ ها نگاه یه چیزی اینجا هم. هنسفریم از تو گوشم افتاد. یه چیزی اینجا اومد به جان خودم ها. تو ویدیو الان نشون داد، نگاه کن. خب PAY شاپ پایپ شات چی؟ ها شاپ. این جلویش میدم شاپه ولی نمیدونم اولیش چیه. من میگم شاپ. PAYN OPEN. دوباره ببینم چیه. ماشین welcome back. چی باقول گفت جون گوشی همینجور نمیشه بردارم. امکانه برداشتن به جون دست به این اشکو هرچی بود فروختم. خونه از تدادو تیوی چیه؟ ها تیوی منظورش تلویزیونه. ها تلویزیونه، یه جا شنیده بودم تلویزیونه. بزن بریم شهر. تلویزیون میخوایم بخوایم بدزدیم. خونه چند گفت؟ 109 109 چپه. دین 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 دین. به به دست فرمان آقا. هیچ کی تا تو این دنیا دست فرمانی بیا خوبی ندید. به به توی حوض روشن میم دزدی. کسی ما نمیبینه. به به آهنگ. این آهنگی که وقتی دوست دخترت میبری تو خونه ما قابلم به دوستی. مایتاب دوست هرچی هست و دوستی. این گاف صندوق نه گاف صندوق. کمد پول کشو تلویزیون کشو کلید همین خونه است. واو سچه واو. اسم این یک علامت زده اینجا چیه؟ گیر کردم. هلپ. هم میگه از اون پشت باید بیاد. با من خیلی جایلم. با تلویزیون مردم از خونه خودش از جلو خودش هم رد میشم. بابا هیچی نمیتونه بگه. فرو کن تو. بزن بریم. آهنگ نمیدونم میشنوین یا نه ولی گوش بده. خب اولی تخت خواب، دومی مغازه، سومی نمیدونم چی. تخت خواب حالا چی هست؟ هم خونه‌مو میگه تا من. چون تخت خواب تو محل کارم که نمیذارن. تلویزیون 20 تا XP واسه 10 20 30 40 50 70 17 تا دیگهش بابت چی اومده؟ به ما ترکیب ممنوعیت. ویکن بک. فقط ویکن بک. تلویزیون 30 تا با بفروشش چیه؟ نمیفروشه. چیزی ببید چیزی ببید که نمیفروشی. به هیچ جام هم نیست که نمیفروشی. خب بزن بریم. پس این تلویزیون مایه ابراز میزنم که یه از خونه مردم تلویزیون قدیمی ندازم که نبرن ازم. بریم خانه پول جمع کردم صد. از اینا توی ایران هست ولی لامپیشو ندیده بودم.
شیک داره میگه، شیک. حالا شما پنکه سقفیتون دیدین نور بده از خودش. بعد ها بشما کیسه بوکس نشستم واسه کیسه بوکس بخورم. کیسه بوکس که نداره. چی میگم ولش کن. چی خب ببینیم این چی کارمان داره. این چیه راستی؟ قلف، لپتاپ، فن، یه سری چیز میذاره که نمیدونم بس مهم نیست. خب ایچ اینا چی؟ پول 18 66 13 این تکمیل. این چیه؟ 60 تا بده بیاد. این چیه؟ اوه اینا چیزه. اوه بیبی توجه اینا سفارشه. سفارش میده اینا و هم از خدا بدزده. 13 13 13,000 تا. هیچ کدوم اینا به درد نمیخورن. این 13,000 تا. آیه 13,000 تا چی هست حالا؟ این چیه؟ ها اصلا این کم کردم ازم. نه کم نکرد. 100 تا داشتم 60 تا از اونجا گرفتم شد 166 تا. 50 تا اینجا داره ولی کم نکرد. خب خونه 111 این چی بود؟ او پول نمیدم خیلی آدم حریصه. خب این هنوز میتونم بخرم مگه نخریدمش؟ همونز خب تموم شد. چه عجیب. حاسیس در چرخش نمیدونم باز کنم. در واقع من دارم تلاش میکنم برم دو صندوق عقبش خودم رو فرو کنم به ما تحت صندوق عقب. چه صندوق گنده هم داره ولی مطمئنا جز زمان یه تلویزیون چیز دیگه جا نمیشه. بچه آدم نمیدزده. چه آدم هم جا نگاه با همین اینجوری فکر نمیدونم واسه این فکر آدمه اینجوری وامیسته میکنم این شکلی اینجوری وامیستم واسه خودم دارم نعشه میکنم. بزنم نعشه کنم. اوف چه چیزی واسه کیسه دزدی. فهمیدم یا توپس بعد اینجوری بارش میکنم میام میندازمش صندوق رو باز میکنم و میندازم داخلش. فقط نمیدونم کی میخواد بخدش. بعد هم زامبی پیدا کنم. زامبی گوش میخوره دیگه به زامبی بفروشمش. خب امیدوارم که لذت برده باشین. لایک و ساب یادتون نره. پارت اول این بازی هم تموم شد. البته اگه پارت اولش خیلی کار کرده باشه ولی پارت دوم حتما یه خونه گنده تر دستپارت میزنم. پس لایک و ساب کنین و ویدیو آینده منم دنبال کنین. خداحافظ. چاکرتونم.